اندر هستم. این اولین ویدیوی منه که تو یوتیوب هست و این بازی خیلی من احساس میکنم که طبیعیه. یعنی این میخوایم ماشین بخریم پولیه. بعد این ماشین رو من خودم کاستوم کردم. اگر دوست داشتین این بازی رو اسمشو بدونین تو کامنت برام بنویسین، اسمشو براتون میگم. این بازی خیلی طبیعی بود که من بازیش کردم. واقعا از این بازی خوشم میاد و ماشینایی که هست خیلی خفنه و از قدیمی تا جدید ماشین داره و هر چقدر بخواین ماشین توش هست، تا لامبورگینی، از مرسدس بنز تا پیکان، هر جور ماشینی که بخواین هست. این ماشینی که من دارم باش میرونم خیلی سرعتش زیاده و شما میتونین هم کاستونش بکنین. نه خیلی ببخشید، کاستون هم میتونین کاستونش بکنین، مشکلش بکنین و پاتا بذارید دیگه واقعا میره خیلی زیاده و میتونین در ماشین رو باز و بسته بکنین. خیلی کارم میتونین بکنین. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، سابسکرایب نمیتونم برات نیست و ویدیو رو لایک کنید دیگه. تا ویدیو دیگه بای بای.